سلام بیننده های عزیز و مهربان، امید است که جور صحتمند و سرحال باشید و از ویروس کرونا نیز در امان باشید. خوش آمدید به چینل آموزش آلمانی ما. امید است که از این چینل شما یک چیز یاد گرفته بتانید. نام چینل آموزشی ما هست German for Afghans، آلمانی برای افغان ها. خب ما در ویدیوهای پشتوی ما نیز براتون تذکر دادیم که در این چینل ما میخوایم برایتان با دو زبان، هم به زبان دری و هم به زبان پشتو، ویدیوهای آموزش زبان آلمانی را پخش و نشر نمایم. پس امید است که ما را همراهی نمایید و برای حمایت از ما لطفاً چینل ما را سابسکرایب نمایید، ویدیوهای ما را لایک و اگر نظر و انتقاد دارین میتونید در کامنت همراه ما شریک بسازید. خب ما کوشش میکنم که یک روز در میان، یعنی یک روز برای ویدیو پشتو ما ویدیو آموزشی پشتو نشر کنم و روز دیگه شم اون ویدیو رو به زبان دری، یا هم میشه که دو روز مثلا دری کار کنم، دو روز ویدیو دری پخش کنم و دو روز دیگه شم ویدیوهای پشتو. باز شما میتونید در کامنت به ما نظر بدین که کدام طریقه درست است و کدامش خوبتر است بر شما. پس میریم با هم یک جایی درس امروز خود میبینیم که درس امروز ما درباره چی هست. A1 Lektion 1. سطح از این مجموعه ما یک است. لکسیون هم درس میگه و اینس هم یک که با سر اعداد هم درس جداگانه انشالله خواهد پرداختیم سر از او درس. خب درس اول ما درباره چی هست؟ begrüßungen یعنی احوال پرسی. خب طبعا که در هر زبان احوال پرسی از چی شروع میشه؟ از سلام. سلام در آلمانی چی میگه؟ هلو هلو، یا هم های های. guten Tag guten Tag، روز بخیر. guten Morgen guten Morgen، صبح بخیر. guten Abend guten Abend، شام بخیر. gute Nacht gute Nacht، شب بخیر. البته این کلمه نیمه شب کسی قدر کاربرد نداره در زبان آلمانی، اما بر شما به حیث یک لغت اضافی و یک لغتی که میتونید شما از او استفاده کنید در یگان اوقات براتون دیجا آوردیم. gute Mitternacht gute Mitternacht، نیمه شب بخیر. خب وقتی که میخوایم بخوابیم یا خواب کنیم، پس طبعا که نفر مخالف بر ما چی میگه؟
schlaf schlaf gut schlaf gut خواب راحت یا خواب خوب یا هم schlaf schlaf schön schön schlaf schön خواب راحت یا خواب زیبا یا یا یو یپ هر سه کلمه به معنای چی است؟ بله. اما کلمه اول که هست کاربردش زیاد است. چرا؟ هم دالات رسمی میتونیم استفاده کنیم و هم دالات غیر رسمی. اما کلمه یو و یپ که هست دوستان است که بین دوستا و رفیقا و خیشقا و مقارب زیاد استفاده داره. کاربرد داره و مورد استفاده قرار میگیره. و خود کلمه یک اولش هست رسمی هم است و غیر رسمی هم است. یعنی او هم کاربرد زیاد داره. پس میتونیم هر سه کلمه را استفاده کنیم. درست است؟ در مجموع. اما برای حالات رسمی فقط کلمه اول که یه هست. بله. nein nein nö نه. اینجا هر سه کلمه و یک معنی است که معنی چیست؟ نه خیر. و کلمه اول که است نین هم در حالات رسمی استفاده میشه و هم در حالات غیر رسمی. یعنی کاربردش نسبت به دو کلمه دیگه که نو و نی هست زیاد است. نو و نی کس در زبان آلمانی و زبان روزمره زیاد کاربرد داره. اما در مجموع میتونیم از نین هم بر حالات رسمی استفاده کنیم و هم حالات غیر رسمی. danke danke تشکر. vielen vielen Dank vielen Dank تشکر فراوان یا تشکر زیاد. bitte bitte خواهش میکنم. و اگر یک چیز را نمیفهمیم پس چی باید سوال کنیم از مخاطب ما؟ wie bitte یعنی شما چی گفتین؟ wie bitte auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen خدا حافظ یا هم tschüss tschüss. هر دو کلمه رو میتونیم برای خداحافظی استفاده کنیم. bis bald bis bald یعنی تا بعد. یا هم bis später bis später تا بعد. خب این بود درس امروز ما. امید است که از این درس یک چیز یاد گرفته باشین. لطفاً این ویدیوها رو با دوستانتان نیز شریک کنین تا که او هم مشکلاتشان حل گردد. برای حمایت از ما لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو لایک نمایید و اگر نظر و انتقاد دارین لطفاً در کامنت همراه ما شریک بسازید. این بود درس امروز ما. تا بعد خدا حافظتان. auf Wiedersehen tschüss.